دوستان خوبین، خوش اومدید به این ویدیو. سلام، حال چطور؟ اسم من دکستر رو، خوش اومدید به این ویدیو. ما دکستریم. بله، سال مبارک، سال رو تجربه میدیم به خودتون و خانواده‌تون. خیلی ممنون آقا. انشالله که سالی سرشار از مهر و محبت، شادی و لذت باشرتون در کنار خانواده. امروز اومدیم که یک ویدیو بریم. بله، زیبایی به یک فیلم ترسناک، فیلم کوتاه. حتما برقا رو خاموش کن تا لذتش بیشتر باشه. آقا سابسکرایب اینا هم که میدونن دیگه، زنگوله رو هم بزنین، کامنت انگلیسی هم بزنین که سوال نپره. یه لایک خوشگل همین الان بزنین، یه لایک ریز دمت گرم. آقا دیگه بریم این سراغ ویدیو. بریم آقا، بریم. همین رو بدش تحصیله. خب خواهی رو بزنه شدم. بله keep light on at night. ظاهرا که انگار توجهی نکرد به این نامه. پسر خب پریز نبوده؟ پریز نداره و اونجا نشته اگه دست بزنی چه اتفاق میفته؟ تو دست بزنی خاموش میشه، دوباره دست بزنی خاموش میشه، دوباره دست بزنی نابود کردین چراغ خونه رو کم لش کن. ولی پسر وایش تو پیشرفته یه ندیدم تا هم چیزی جالبی خیلی. اومده هتل بکنم بعدش افرست که بیاره. همه چی هم اومده. این هم فیلم ترسناک میبینه. مشتبه فیلم اون ترسناکه. صدایی شنید؟ برقا روشن کن. فکر کن پسر برقا خاموشه و صدا پا آمد. یا خدا، اینم یاد گرفتی یارم بیچارت میکنه. یا بیچارت میکنه. یا خودم گرفت و خورده خواهی خودم گرفت. یا خدا چه دست و بدی داری. دست بزن. یا خدا کاش پریز داشت. وای پشت درم بالا سرشه میخواد بخوری. در واقع خوب برو بیرون دیگه. پشت داره آدم. آخه تو اینقدر شدی پات جلدی گره.
یا خدا یا وای 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 علی وای یا خدا خوردش یا خدا نابود شد ترسناک بود نه ترسناک نبود بیشتر مثلا برای به چه 3 ساله فکر کنم ترسناک یخته چی شوکاور بود آره مثلا اینکه یهو اومد دست میزد برقامشو کرد یه خیلی جالب بود سابسکرایب هم بکنین دیگه سابسکرایب لایک کامنت زنگوله رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتیم این کارا رو باید انجام بدید نه شوخی کردم پس یادتون نره دیگه فعلا خدا نگهدار